إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. به برنامه ندای ایمان شما عزیزان را خوش آمدید میگویم. وقتی که نگاه میکنیم که این آیاتی که خطابش به اهل ایمان هست، الله سبحانه و تعالی برای اهل ایمان راههای فوز و فلاح و رستگاری را نشان میدهد. از آن آیاتی که اهل ایمان را خطاب می کند و مخاطب این آیات اهل ایمان هستند، می فرماید: یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، ای اهل ایمان، ای کسانی که شما به ذات اقدس الهی ایمان دارید و او را به عنوان ذات واحد لا شریک له شما میپذیرید و قبول کردید. یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، شما اطاعت از خدا و پیامبر را داشته باشید. اطاعت از خدا و پیامبر یعنی شما عامل به کتاب الله، و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی عامل به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشید. و همچنین اشاره میکنه و اولی الامر منکم، شما اطاعت از اولی الامر داشته باشید، که ارتباط به اولی الامر علما مفسرین اشاراتی دارن، یعنی شما اطاعت از علما داشته باشید، اطاعت از کسانی که به عنوان ولی امر شما قرار دارن، شما از ایشان اطاعت کنید. هر انسان در زندگی خود دچار اختلاف، مشکلات، دیگرگونی می شود. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه برای اهل ایمان میگوید که فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر شما دوچار مشکلات شدید، اختلاف شدید، یعنی بین زن و شوهر اگر اختلاف پیش آمد، بین پدر و پسر اگر اختلاف آمد، اگر بین دو فامیل، دو قبیله، دو قوم، دو بالاخره شخص اختلاف به وجود آمد، چه کار باید کرد؟ امروز متاسفانه ما میبینیم قانونایی در دنیا وضع شده که قانونش با قانون قرآن مغایرت داره، مخالفت داره، ولی ما چه کار میکنیم؟ اکثر مسلمان ها میبینیم که به قانونهای غیر اسلامی مشکلات خود را مراجعه میکنن، به اینه که نه اینکه مشکل حل نشده و نمیشه، دوچار مشکلات زیادتر، اختلاف بیشتر و خلاصه زندگی و کانون گرم خانواده و دو فامیل بیشتر و بیشترتر از هم پاشیدن. به خاطر چی؟ چون ما به اصل مرجع مراجعه نکردیم. الله سبحانه و تعالی میگه ای اهل ایمان، ای مؤمنین، ای بندگان من، ای محبوبان من، ای کسانی که شما با من دست دوستی برقرار کردید و دست دوستی دراز کردید و من شما را به عنوان دوست انتخاب کردم، چون الله ولی الذین آمنو، الله دوست اهل ایمان هست. شما اگر دوچار مشکل شدید و دوچار اختلاف شدید فإن تنازعتم فردوه الی الله و رسوله، شما مشکلات خود را مراجعه کنید به طرف خدا و پیامبر. یعنی چی؟ یعنی به قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله سبحانه و تعالی در این کلام حمید و مجید برای همه راهنمایی کرده.
این کتابیه که آمده که انسانها کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. این قرآن کتابیه که انسانها از تاریکی ها بیرون میکنه به طرف نور و فوز و فلاح و رستگاری سوق میدهد. پس این آیه مبارکه به ما چقدر زیبا میفرمایه که شما اطاعت از خدا داشته باشید، اطاعت از پیامبر داشته باشید، شما اطاعت از اولی الامر داشته باشید که بیشتر و بیشتر مفسرین میفرمایند یعنی اطاعت از علمای ربانی داشته باشید که اونها آگاهی دارن نسبت به کتاب خدا و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و رسوله. وقتی شما دوچار اختلاف و منازع و گفتگو شدید، رد کنید به سوی خدا، به سوی پیامبر و به سوی کتاب خدا و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. فردوه إلى الله و رسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اگر واقعا شما مؤمن هستید، وقتی کسی بگه من مسلمانم، من مؤمنم، من بالآخره به خدا و پیامبر ایمان دارم، این انسان دیگه وقتی دوچار مشکل میشه، اگر مشکلات خور به خاطر حلش به خدا و پیامبر مراجعه نمیکنه، در حقیقت برای خود ظلم کرده، برای خود جفا کرده. ای مسلمان، امروزه تو خواهر مسلمان که به نام حقوق زن و به نام فلان و فلان و فلان میخوان از راههای دیگر مشکلاتی که سر راه تو آمده حل کنن، اینها حل نمیشه به جز این که فردوه الی الله و رسوله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلك خیر و احسن تأویلا. این برای تو بهتر هست، نیکتر هست. در غیر از این دیگه تو راهی نمیابی که تو را به فوز و فلاح و رستگاری سوق بدهد. آیه دیگر که باز هم مخاطبش اهل ایمان هست میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، ای مسلمان ها و ای مؤمنین، اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. اطاعت از خدا و پیامبر داشته باشید، شما پشت نکنید، روح نگردانید از او سخنی که شما میشنوید. عنه و انتم تسمعون، سخن خدا را میشنوید پشت نکنید، روح نگردانید. اگر به نماز دستور داده الله هست، اگر به روزه رمضان دستور داده الله هست، اگر به جهاد دستور داده الله هست، اگر به صدقه دستور داده الله هست، اگر به حجاب اسلامی که تو میبینی این فرمان الله هست. وقتی فرمان الله را میشنوی رو نگردان. ولا تولوا عنه و انتم تسمعون، پشت نکنید که این پشت کردن به فرمان الله به عقب خود عذاب داره. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. فرمان الله را وقتی میشنوی به جان و دل بپذیر. فرمان الله را وقتی میشنوی عاشقانه بپذیر. حجاب فرمان الله هست، جهاد فرمان الله هست، روزه‌ای که میگیری فرمان الله هست، قدمی که برمیداری به راه مسجد این فرمان الله هست. چقدر زیباست که هنگامی که طرف مسجد میریم به این فکر باشیم که به خاطری که فرمان الله هست ما میریم، نه به خاطر چیز دیگری. به خاطر که الله گفته اقیم الصلاة. وقتی زکات میدیم به خاطر که الله گفته آتوا الزکات. وقتی ما چشم خود را از نامحرم میبندیم به خاطر که الله گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. الله گفته قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. وقتی به راه جهاد قدم میگذاریم چون الله گفته که در جهاد برو و الله سبحانه و تعالی دستور داده. وقتی که ما حجاب میگیریم چون الله سبحانه و تعالی گفته که یا ایها النبی، یا ایها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. اینها فرمان الله هست. پس مخاطب این آیه مبارکه که یا ایها الذین آمنو، در ابتدای آیه میگه ای اهل ایمان اطاعت از خدا و پیامبر داشته باشید.
ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. پشت نکنید وقتی صدای الله و ندای الله و فرمان الله را شما میشنوید. الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که وقتی ما دچار مشکل میشیم مشکلات خود را مراجعه کنیم به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که بهترین کتاب و بهترین سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم، بهترین کتاب قرآن، بهترین سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم آنجاست که کل مشکلات ما حل می شود. الله سبحانه و تعالی ما را توفیق بده که همیشه اطاعت از الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم که این ندا برای اهل ایمان یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. فراموش نکنید. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند باشید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان.